پسرم، من سالها باز حاجیان را می‌بینم. اما محبتی که تو به مادرت نشان دادی بسیار نادر است. فکر مکن که با این سفر حق مادرت را پره ادا کردی. حق مادر آنقدر بزرگ است که آن را هیچ فرزند کاملا ادا کرده نمیتواند. ای جوان، تو مادرت را به حج آوردی، اما بدان حق یک شب بیدارخوابی مادر را هم پره ادا کرده نمی شود. پسرم، من از تو چیزی نمی خواهم. محبت، احترام و دعای تو برای من از تمام دنیا قیمت‌تر است. آچه جان، تا آخر عمرم خدمتگار شما میمانم. خدا تو را در پناه خود نگاه دارد. ثروتمند آن نیست که پولی زیاد دارد. ثروتمند آن کسی است که رضایت پدر و مادرش را به دست آورده است.